ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори нӯҳум. دولت مرادی جان، فهمیدی که من چی گفتم؟ فهمیدم. گفت مرده مای و تو را کی صاحب می شده است؟ خلق، اهل دیهه. همین طور که باشد آوازی بابای عبدالرحیم به سر دولت مراد باز بلند شد. میدانی نزدی تو من برای چی آمدم؟ و دوام نمود. اینها گاوهای کی؟ بابای عبدالرحیم چند گاوی را که پیش کرده آورده بود به دولت مراد نشان داد و باز پرسید گاوهای خودت؟ ها؟ برای چی به نوبتی پاده نبرآمدی؟ با عیب تو امروز پاده در دیه ماند. همسایه ها به تو نقیص کرده می گویند که نقیص به معنای تحسب. تا دولت مراد نوبت را نگذراند ما به نوبت نمی براییم. مالهایت را حی کرده آوردم، دروازه‌ات را کشا. بابای عبدالرحیم گاوهای دولت مراد را از دروازهش درون حی کرده باز خود به خود غرغر کرد. برای اهل دیه فرق ندارد که شما کی هستید و کی نیستید. هزار مشتمزور، حاکم و دنیادار من می گفتگی هم که باشید، در دیه زیهید از رأی اهل دیه بیرون شده نمی توانید. گاو و مال که داشته باشید به نوبتی پاده می براید. بابای عبدالرحیم باز حق می گویم گفته غور دلش را کفانده براهش روان شد. گلریز در خانه بی طاقتانه چشم برای دولت مراد بود. در خیالی که رئیس محله به او چی می گفته باشد و چرا گاوهایشان را از پاده گردانده به خانه آورده است. از تو می پرسم مردک، چوه بابای عبدالرحیم خانه سوخته گاوهایمان را از پاده به خانه من آورد؟ نمیدانی برای چی؟ پادبانی کن می گوید. به نوبتی پاده برا می گوید. میگوید که مردم غلام نیستند که به جای تو مالهایت را بانی کنند به نوبتی پاده برایند. راست میگوید. گپ شنو شدم. 1000 بار میگویم بیا همه اش را بازار بریم فروشیم، نمیگویی. دیگر نمیتوانم، برداشتی گپ ندارم، همه اش را میفروشم. از یک چی که شیر میمانیم گوی، هر سحر کاسه کاسه شیر کی میخورد؟ دیگر شیر نمیخورد. تو شیر نخوری صدقه سر، لیکن با نبیره هایم چی میکنند؟ به کدام در شیر طلبی میروند؟ نبیره هایت پدر دارند، گاو خرند، اگر زورشان نرسد نوبت پاده روند. میگویی که دامادهای ادارشین من گلستوک ها در گردن تیاق گرفته به جای تو نوبتی پاده روند. خواب میبینی. حسابت را یاب.
خودت نوبتی پاده رو. خودم نوبتی پاده روم؟ آتشین شد دولت مراد. کدام همساری من نوبتی پاده می رود؟ یک بار پاده رفتم، از خاطرت برآمد. مردم برداشته آوردم. خیریت در تقدیرم باز همان دختری خودم بوده است که مرا صاحب شد. جانش را دریغ نداشت، خودش را به بالایم پرتافت. از یادت برآمد که من گپی تو را گرفته به وی چی کردم؟ یک وجب کودک از خانه پیش کردم، زدم، در بدر شد. محتاج دری خانه خاله، پارو پرتا چهری پادبانی می کند، روز ندارد. دخترانی تو در پیشت نمی مانی دستشان را به آبی خنک زنند، فوکشان به آسمان، آدم پسند نمی کنند. استا که دولت مراد همه گپات گفته شدی. اکنون گوش کن که من چی می گویم. تو وی دختری بی پاشنه‌ات را بی جاگرد و دخترانی من برابر نکن. با کدام زبان تو وی را دخترم می گویی؟ دنگ دنگش در عالم. یک نرغول قطی زن و شوی بی نکاح، شب و روز در دشت و بیابان خیال می کنی که به وی دست درازی نکرده است؟ وی را صحت مانده است؟ مردم دیدند، روبرو قپیدند. صنم جانت شرمنده بازاری محشر، نشنیده باشی با هر دو گوشت شنو. شرم دار، خاکی زمین شو. گلریز در جایش علاو گرفت، بسری شوهر خیست. بس کن بیوه، بس. جان ما بلب آوردی بیوه، بس بس. دولت مراد طاقت نکرده از جایش خیست، عصایش را گرفته طرف گلریز دوید. پاده را در یک برگی های کوهتلی بوریبای می چراندند. نم علف دمیده، ترک، گل و گیاه ها، زرگلک، سفید گل، سیاه گوش و دماغ بوی علف می زند. از بوی عطریات و گلها به اولا گوارا. عجب حسن و تراوتی. یک گوشه علفزار به دامن تل و تیپه ها خمیده. آفتاب رنگریزی دارد، نورهای زر آسایش به همه جا پهن و پریشان. پادبانها صنم و محرم، پس از دوادوی زیاد از پسی بوز و گوسفندان، جوانهای و گاوهای ناآموخت که خود را به گندمزاران می زدند، خسته و مانده در بلندی روی تخت سنگ پهلوی هم نشستند. نظر به دوری ها، به آفتاب، به سبززاران. از پاده آنها دورتر در تیپه روبرو باز یک پاده گاو و مال، پاده دیهی خودشان. اهل دیه هر روز با نوبت یک نفری از دو خانواده با نوبت به پادبانی می براید. پادبان یافتن مشکل، مردم سیر، محتاج نی، پادبانی را به گردن نمیگیر. به امکی اسدالله حسد میبرند که مالهایش پادبان دارند. بعضی ها گاو و گوسفندانشان را به پاده او همراه می کنند، پول می دهند. خیلی مالها پولکی شده اند. یمی امکی اسدالله فایده او. نظری سنم به پاده دیه، پاده پریشان، گاو و مالها به هر طرف می گریختند. پادبانها پاده را عهده کرده نمی توانستند. آن باز یک گاو از پادر جدا شده خود را به راه کلان زد. بعد از پیش راهش چی جانذاتی برآمد که تورید، دور گرفت. دویدنش شدت گرفت. طرف غار و جریها گشت. پیش آن را گرداندن نمی شد.
پادبان مردی سالمند از پسی گاو می دوید. گاو رو به غار. خدا نشان ندهد، به سوختن پاک نمی شود، تاوان می دهد. گاو قیمت ارزان نی، غار بی تک، از آن همه می هراسند. غار نزدیک، گاو نه جر را می دید و نه غار را. پادبان هم گویا هیچ جای را نمی دید. از پسی گاو می دوید، می افتاد و می خیست، باز می دوید. لحظه هایی که فلاکت رخ می داد. صنم از گاو و پادبان دیده نمی کرد. خود را همراهی پادبان مردی افتاده بیچاره تصور می کرد. آن مرد نی، گویا خودی صنم از پسی گاو بود و در پیش غار و باز جر. ایست ای مردکی بی فهم، ایست، از پسی گاو ندو، خودت را احتیاط شو، ندو. صنم بی اختیار آواز برآورده از جای برخاست. محرم خیز، دو، تمام، می افتد. صنم به عقیب به محرم نظر نانداخته طرفی گاو و پادبان دوید. سنگاب را چطور گذشت و تیپه را بالا شد ندانست. چون به لب غار آمد، نه گاو بود و نه پادبان. محرم هم عصای درازی پادبانی در دست نزدی او می ایستاد. به غار افتادند، گاو هم پادبان هم. محرم به تگ غار اشاره کرد. بین، گاو صد قیصر، مردک حیف شده است. صنم حالی را دید که به خواب یا بیدار بودن باورش نمی آمد. گاو در قعر غار از افتش کیها مرده، در بالای آن پادبان مثل چلپک پهن. او برای صنم بیگانه نی، پدری خودش. بی سبب از لحظه های او را دیدن هوشش به وی نشوده بوده است. بی سبب دلش برای وی نسوخته. بی سبب سرکن و پاکن از بحر او افتاده و خیسته. راهی درازی پرپیچ و خم را سوخته پوخته در یک آنی واحد طی ننموده. مهری پدری او را کشیده و اکنون او را در دمی مرگ دیده. عالم برایش تیره و تار گشت. پدر را در دل سرزنیش می کرد. عقلش را خورده، گاو گفته خودش را به غار افکنده. برای چی؟ از چی سبب وی مجبور شده غمی خود را نخورده؟ وای وای جانی عزیزی پدرش. دده جان، دده. چشمانش سیاه و تاریک فغان کشیده خود را به بالای پدر انداخت. دستش در گردنی او. دده، وای دده جان، با ناله و غریو غار را به سر برداشت. آوازی ناله صنم پدر را به خود آورد. به هوش آمد. او زنده نمرده. من صنم، دده جان، من صنم. صنم و محرم پدر را صاحب شدند. به تنه غار چسبیدن، دست در بته‌های خار، سنگ‌های تیغدار، با هزار عذاب و اذیت او را از آن بیرون آوردند. به خربار کرده به خانه‌اش بردند. حق و همسایه ها کیها خبر یافته در پسی دروازه جمع. با محرم که بندی مرکب در دستش بود، همه پسا پیش به حولی در آمدند. اما صنم از دروازه پای به درون نماند. درا درا می گفتند مردم به او. خانه خودتان، جای و پای مادرکت،
صدقت می شوم درآ. کمپیری ساره هماه وی را مهربانی می کرد. نمی توانم بیبی، این خانه دیگر خانه مادرم نیست. خانه بیوه گلریز، خانه دخترانی وی. برای سخنی بیوه را به زبان آوردن صنم در بلا ماند. گلریز با پدری صنم که هنوز چشم نمی گشاد جنگ پیش گرفت. دیدی؟ شنیدی؟ بیوه دخترت چی گفت؟ مرا بیوه گفت، طعنه زد. ها، خدایا روزم بسرش، ها خدایا شو نیابد، ها خدایا مثل آتش شود، روز نبیند، شو جلاب شود. با یک ریزه جانش منی سرسفید را بیوه میگویدی، آچمانند. آتشین تر شده چی کردنش را ندانسته در جایش پیچ میخورد. همین هنگام چشمانش گشاده شدند که محرم را دید. و نزدیکی بالینی پدری صنم نشسته دست در پیشانه او فرزندوار مهربانیش میکرد. ای بچه، ای کثافت، تو اینجا چی کار میکنی؟ گلریز به محرم در افتاد. من خاله همراه صنم آمدم. ما همراه پدر را از غار برآوردیم. ما و صنم همراه بودیم، به خدا همراه بودیم. محرم به گلریز فهماندن میخواست که آنها شوهری او را از مرگ رهاندند. حتی از گلریز شادیانه تحفه گرفتن میخواست. میدانی شوهری من کی؟ با تشینی پرسید گلریز از محرم. پدری صنم، پدری من هم. پدری من هم میگویی؟ ها، پدری صنم. خسورم گوی، تو داماد، شوهری دختری بینکاهی وی. از چخلاقیش او را دست کرده کلان کردی. شب و روز در دشت و بیابانها همراهت گرداندی. روی راست با وی گشتی. دختریش نماند، نام و نشانش نماند، آوازش به عالم شرمنده. بعد شنیدیم که وی پیرخری یزنش بابای اسدالله از گپی مردم ترسیده دان و نادان سوره الحمد را خوانده شمایان را نکاح کرده است. اکنون میدانی چی؟ گلریز از کشتلی جامه محرم گرفت. میدانی چی؟ تو اکنون یک گپ میگویی. چی گویم؟ محرم در حیرت افتاده بود. همین حاضر در پیش همه ما میدانی چی میگویی؟ چی گویم خاله؟ صنم را 3 طلاق کردم گوی، از بهرش گذشتم گوی. میخواهم این دختری دده از خانه من بیوه شده رود، نامی بیوگی گرفته رود. بعد فهمد که بیوگی چی روز بوده است. بیوه شود، بیوه یا شکک ترک، خدایا همین خیل شود. شنیدی چی گفتم؟ باز به سری محرم داد زد. صنم را سرت 3 طلاق گوی. عقلی محرم به سر آمد که خودش را به دست گرفت. چی گفتی خاله؟ آوازش می لرزید. صنم را سرتی گفتم 3 طلاق گوی. نامعقول کردی بیوه. محرم هم حرفی ناجا را در حق گلریز به زبان آورد. گم شو، از پیش راهم گذر رو. محرم با سلطو کشتلی جامه‌اش را از دست گلریز خلاص کرده با غضب او را تیله داد. باز دلش خنک نشده به سرش چند مشت زد
و بعد از میان آدمان گذشته از دروازه برآمد. صنم دستی او را گرفت، دستی به دست آنها از خانه پدر دور می شدند. فیغانی گلریز در خانه بلند و باز قسم روی قسم می خورد که تا روزی صنم و صغیره محرم را سیاه نکند نمی ماند. آدمان باور داشتند که گلریز هر کار کرده می تواند. گپ گپ بوده که به مادری صنم هم او علم خورانده وی را کشته شوهرش را گرفته است. سیلاب از یک دهه پایان فرآمده شستش گشت. پهناب خیلی دامان پهن کرده. درختی چنار به طرف ساحل غیل خورد. ضربه باز ضربه به درخت، وجب به وجب از جوش و خروش سیلاب بیرون تر می ماند. گویا لحظه هایی از دم بلا رهیدنی سرخور مشاهده می نمود. می دید که چنار چی درختی عظیمی، کندهش 4-5 متر دراز و چنان غفص که ارغمچین به گردش نمی رسد، نمی پیچد. کوتاهی ریشهش خانه برین، نوده های بی حسابی چنار سر به آسمان. انا همین خیل درختی بزرگ را سیل چطور خیلانده رویش بازی می دارد. اگر همه این را خودی سرخور شاهد نمی گشت، نمی دید، باورش نمی آمد. حالا آن اندکی از سیلاب بیرون مانده، یک قدم یا قدمی بیشتر. آن سوتر سیلاب باز در همان شست و بازی، همان غلغله، ترقات طروق، با هم برخوردنی سنگ ها چنان گوش خراش وهماور دهشت افزا که کس تلخ کف می شود. درخت هنوز در حلقه آب ماروار گردش سیلاب حلقه می زد و کامش می کشید. نمی توانست. درخت نمی جنبید. اما جانی سرخور باز در خطر. هوا تیره، تمن، باران می بارید. ژاله می آمد. دانه های ژاله کلام کلام به سر و روی سرخور می خورده. پیشی چشمانش را پوشانده نمی توانست. دستانش بند. در نوده چنار می هراسید که باز به جوش سیلاب نرود، به درون آن نافتد. او یک ذره غباری. پگاهی وقتی با لطفیه پسا پیش از خانه برآمدند، لباسهایش را ببر کرده تیلپک پوشیده بود. کو تیلپک؟ نمیداند. سرش عریان، خیریت موی سرش بلند. بنیو نمی پوشم گفتنش نمانده، مادر بارانیش را به او پوشاند. بعدی به سرش باریدنی اینقدر باران و ژاله، در درونی آب و لای افتادن و خیستنها برایش نه لباس مانده و نه جان و مدار. سر تا قدم تر، شیب شیلته خنک، بدنش دست و پا همه یخ شخ شده. ولی او باز همان سرخوری جان سخت، سگ جان که با مشق و تمرین خود را در همین عذابها تربیت می کرد. کدام یکی آن از جان بیزار شده خود را به آب و آتش انداختنهایش به یاد آید. از قله کوه غیلان هم گشت. برای گاوی با گوساله بابای میرزا رحیم خورد بود. گوساله را میگیرم گفت و گلزیره را نه. گلزیره کلان دختری زیبایی دیه شد. هوش مادری سرخور به او کشال که کیلین کند. گلزیره خندیده گفته است
خاله، بچه شما گلزیره را نه، گوساله را میگیرم گفته بود. نگاره را از درونی علاو برآورد، اما او زنگیر نبود. حالا او در آغوش سیل، سرخور را سیل میبرد. تا مرگ یک لحظه او باید زنده ماند، باری غم مادر نشود. به لطفیه می آیم، بر می گردم گفته وعده داده. پگاهی بهار بود، آفتاب می برآمد. عمک اسدالله اسبی جومستی گل بادامش را در تگ اختخانه بسته به اهل خانواده، زن و دخترانش و صنم و محرم فرمود که در روی صوفه جمع آیند، گپ داشته است. سحری مردان قطی چی گپ؟ صنم و محرم نمی دانستند. عمک اسدالله چون همه روزه ببری بالای صوفه، روی همان 4 قبط پرپچه که بالیشت هم گذاشته بودند گذشت. دست در پیشانه خیلی خاموش ماند. چی فکری داشت که بعد به سخن آمد. زنک، خیز در یک کاسه آب بیار، فرمود به خاله صنم. بس بودگیست گپ و کلاچه مردم. خودم هم فکر کردم، راست میگویم، کارهای بی شریعتی شده ایستاده است. صنم و محرم میده نیستند که در یک خانه با هم خواب روند و خیزند. شروق آرام خواب نمی روند. نحسی، کثافتی، این خیل گشتنهایشان بس. نکاح می کنم. اما که اسدالله کاسه آب را نزدش گذاشت و سوره الحمد را خواند. صنم و محرم البته این خیل نکاح شده زن و شوهر شدنشان را به خیال نمی آوردند. آرزو داشتند که مثل همسالان توی شوند، در تویشان مردم جمع آیند، در دیگها آش مانند، دسترخوان گستورند، بعد سر و لباس عروسی و دامادی بپوشند، تگی چادر درآیند، صدای سرودی کیلین بیاران و شه مبارک باد شنوند. اما از زخنگی و مردگی عمک اسدالله و زوجش صنم و محرم این خیل روز را ندیدند. از روزی صنم و محرم روی عقل آمدند، گاو و مال دیدند. خدمتگاری دری خانه عمک اسدالله و خاله صنم. لباسهای نو و تازه و آزاده ببر کردنشان را یاد ندارند. چی خوردن و چی نخوردند در خانه آنها از اشکم نمی نمودند، لیکن در خاندان از یک چه خرسند بودند. این خرسندی را از طفلی تا به روزی که نکاح شدند به دنیا هزارها خزینه سیم و زر، تنگه و طلا نمی دهند. شما گفتاری نهم را از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.